شوهر داشتم، اما دلم پیش پسری بود که دوستش داشتم و دقیقاً توی 8 ماهگی احساس میکردم که سر و کلش پیدا شده. مینا خیلی ناراحت بی توجه به من قرید و گفت برو بیرون، الان جعفر شک میکنه. هیجان من به قدری بالا بود که اصلا متوجه نبودم چه بلایی داره سر خودم و بچه‌م میاد. دوباره به مینا گفتم به من بگو که پارسا چیا گفته و الان کجاست. مینا هرسی توی صورتم اومد، میخواست حرف آخر رو بزنه و من رو خلاص کنه. گفت آره برگشته، اما به همه گفته که اون بچه‌ای که توی شکم توه بچه خودش نیستش. دیگه صدای مینا رو نمیشنیدم، تمام بدنم منقبض شده بود و از درد نمیتونستم تکون بخورم. فقط مثل یه بمب توی مغزم میترکید و تکرار میشد. گفته که اون بچه مال من نیست. حس میکردم دارم از حال میرم، چشمام به سیاهی میرفت. مینا به سمتم خم شد و گفت چی شد مهسا، حالت خوبه؟ بعد صدای مینا دوباره توی گوشم پیچید، گفت میگم که این آدم نیست، حالا بیا برو گم شو بشین توی پذیرایی. الکم ادای آدمایی که حالشون بده رو در نیار. اما واقعیت من اصلا حالم خوب نبود. چشمام همینجور دو میزد و احساس میکردم بدنم داره یخ میکنه. هیچی نفهمیدم. وقتی که چشم باز کردم دیدم توی بیمارستانم و مادرم بالا سرم دوباره ایستاده و گریه میکنه. حس میکردم خالی شدم، مثل یه قلک، داخلم هیچ سکه‌ای نبود. احساس میکردم دنیام پوچ و بی‌معنی بود. بدنم خیلی سبک شده بود. دستم رو به سمت شکمم کشیدم، نرم شده بود و شل. مامان بالا سرم اشک میریخت و با حالتی که میدونستم خوشحاله گفت بچه مرد.